مادر هر چی میخواهد با فرزندش اما کردن نمیتواند. خدا بتواند. خدا چی میگوید؟ من نزدیکتر هستم از این رگ گردن. خدا خوبتر میدونن ما را. پسیخولوگ ها میرویم برای مشکلمون آسان کردن دردمون رو نزدیکی کجاها نمیرویم تا اونجایی که دست برداریم نزدیک خدا است که از خدا بپرسیم. برنامه‌های رمضانی با شورای علمای دینی تاجیکستان. یک ماه رمضان بمالول سری دسترخوان اویلوی تماشا کرده میتوانیم. غذای معنوی میگیریم. انتظار شوید. من دکتر. من یک شاگرد تربیت میکنم و شاگردی من تا زمانی که هر کس را نجات میدهد ثوابش بر من میرسد. اگر رفت و او شاگرد تربیت کند، هر شاگرد همین طریق میرود در هر سلسله با سلسله، زنجیره با زنجیره ثوابش برای شخصی. پس گفت انسان عادت دارد همین تلفن اگر میگود اگر در نماز ایستادی تلفنت به صدا گذاشتی میگود نفر دیگر تلفن رینگ 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 میکند الکی شوپای تو تلفنی من نباشد گفته در حال فکرت پریشون میشد. دومش همین خواه نخواه سر چند وقت تا یک ساعت بینم کی زنگ زده است همه اینها ثواب میشود. وای من نماز اومدم فراموش کردم تلفن رو خاموش کردم. تلفن زنگ زد چیکار کنم؟ دوم رفتم من یگونجا خورید در نماز ایستادم چیکار کنم؟ با برکت ترین خانه مسلمانان خانه ای است که در آن یتیم سرپرستی می شود. کودکی که مادرش را از دست داده است او را یتیم نمیگویند، اما یتیم کسی است که پدرش را از دست داده است. این نفرانی که کسب دارید، هنر دارید، یک علمی دارید، همون کسب شما علم شما زکات دارد گفت. این غیبت است. اگر این گفته ها نباشد پس گناهی وزین‌تر گفتن پس این تهمت است. در ما عادی شده است میگه بیایید غیبتش نمیکنیم اما صفتش میکنیم. این صفت کردن همین غیبت کردن است. چی نماز باشد، چی صلات جنازه باشد، نماز جنازه باشد، چی ذکر باشد، چی تلاوت قرآن باشد، تمامی نمود ذکر، تمامی نمود تلفظ یا خواندن یا قرائت حتمی باید لبها بجنبد، نفس انسان خودش بشنود، گوشهایش دهانش رو گوشهایش بشنود. هر کسی قسم میخورد بدانید که میگن او دروغگوی است. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. این ملک که بسیار زیبا است و نورانی است میگه الا تخافوا هیچگاه نترسید ولا تحزنوا اندوهگین نشوید و ابشروا بالجنة و شما را بشارت باد به جنت. طهارت خانه ها همین اکثری مردم میدروید بعد از او حتما یک نفر باید توزه کند یا یگون کار کند، یعنی پروا نداریم. جایز نیست، حرام است که از 3 شبانه روز زیاد قهری کند و اگر میگوید در حالت قهری اگر بمیرد یکی از آنها پس جایگاهش پناه بر خداوند آتش جهنم خواهد بود. به خدا قسم ای صاحب کارو بدانید که به خیر کردن اینچنین مالی شما کم نمی شود. آن طعامی که ما میپذیریم برای ما حلال است اما برای شما حرام است. میگه این چی طعام است که برای شما حلال باشد برای ما حرام؟ میگه فرزندانم 3 روز شد هیچ چیزی نخوردند و امروز من یک گربه ای رو یافتم که مرده بود و همون گوشت او رو گرفته در دیگ انداختم تا اینکه فرزندانم رو از همون گوشت دهم. وقتی هیچ چیزی انسان نمییابد برای اینکه از گرسنگی نمیرد برای اون حلال میگردد اما برای شما حلال نیست به خاطر اینکه شما میدونید شما دارو هستید. میگید وقتی این سخن را شنیدم بدنم در لرزه آمد